امشب میخوایم دوباره با هم سفری داشته باشیم به دنیای خیال انگیز کودکی. امشب دوتا از خاطرات کودکی رو دوباره با هم دیگه مرور میکنیم. دوباره کتاب خاطرات رو با هم ورق میزنیم و با هم خاطرات خیال انگیز کودکی رو میخونیم. خاطره اول، هیزم از آقای اصغر صابری، 57 ساله، از این رود، اگر اشتباه نخونم یا این رود. روستای ما کوهستانی بود و زمستان‌های سرد و طولانی داشت. گاهی ارتفاع برف‌ها تا قد ما بچه‌ها می‌رسید. راه‌ها را که اهالی از برف پاک می‌کردند، فقط مسیرهای راست و بدون پیچ و خم را میشد رفت. هر روز صبح موقع رفتن به مدرسه، هر کدام از بچه‌ها کنده هیزم در دست راهی می شدیم. آقا معلم گفته بود همه هر روز با خودمان هیزم برای بخاری مدرسه ببریم. این کار مثل انجام تکالیف مدرسه اجباری بود. هیچی از هم فراموش نمی کرد. یک روز هیزم ما تمام شده بود. بغض‌آلود و شرمنده به مدرسه رسیدم. چشمم که به آقا معلم افتاد، مثل شاگردی که مشق‌هایش را ننوشته باشد شروع به گریه کردم. آقا معلم گفت چیه؟ چرا گریه میکنی؟ گفتم آقا ما هیزم نیاوردیم. آقا معلم با مهربانی و خنده گفت عیبی ندارد، فردا 2 تیکه هیزم بیاور. این هم از خاطره جانب آقای صابری. بریم برای خاطره دوم از جناب آقای سعید، 52 ساله، از مشهد. برادر بزرگم در یک تراشکاری کار میکرد. یک صفحه آهنی به خانه آورده و در گوشه‌ای از حیاط قرار داده بود. بارها شنیده بودم که مادرم به او میگوید این آهن را ببر آبش کن، جایگیر است، میترسم بچه ها بیاندازن روی دست و پایشان. این حرفهای مادر مدام تکرار میشد. من میخواستم که او زودتر از نگرانی در بیاید. یک روز در گوشه حیاط چند تکه چوب را آتش زدم و دست به کار شدم. مادر آمد و پرسید چه میکنی؟ گفتم میخوام این ورق آهن را آب کنم تا خیال شما راحت شود. خاطره جالبی بود. و اما بریم سراغ خاطره سوم و خاطره آخر. این خاطره از جناب آقای علی، 43 ساله، از قوچان
نان و پنیر خورده بودم و میلی به خوردن نداشتم. گفتم نمیخورم، اما مادرم اصرار کرد که بخور، گرسنه نمیشوی. برای اینکه قانع شود گفتم دوست ندارم و شام نخوردم. یک روز عصر به خانه خواهرم رفتیم و برای شام ماندیم. آنها خوراک بادمجان درست کرده بودند. سر سفره شام وقتی خواهرم میخواست برای من ظرفی از بادمجان بکشد، مادرم به او گفت علی بادمجان دوست ندارد، نان ماست میخورد. من خجالت کشیدم. چیزی خلاف نظر مادرم نگفتم. آن شب همه با اشتها خوراک بادمجان را میخوردن، اما من نان ماست خوردم. یک بار دیگر هم که خوراک بادمجان داشتیم، اتفاقاً به منزل خواهرم هم رفته بودیم، مادرم اصرار کرد شام آنجا بمانیم. عصر تا شب با بچه ها بازی کرده بودیم. بسیار خسته و گرسنه شده بودیم. بوی خوش بادمجان در فضا پراکنده شده بود. اشتهایم تحریک شده بود. بالاخره وقت خوردن شام فرا رسید. همه دور سفره نشستیم و منتظر شدیم تا مادر شام را بکشد. مانده بودم چگونه با غذای شام خوردن امشب برخورد کنم که دیدم مادرم بادمجان را آورد، چرب و ترش و خوشمزه، با بخاری که از روی آن برمیخاست. خواهرم ظرفها را به مادرم داد که برای همه شام بکشد. تا آمدم حرف دلم را بزنم، مادر گفت علی که بادمجان دوست نداره، برایش نان و ماست آوردم. من که دیگر از هرچه نان و ماست بود دل خوشی نداشتم. با صدای بلند و با عجله گفتم علی بادمجان دوست دارد، علی بادمجان دوست دارد، به خدا که علی بادمجان دوست دارد. این هم از خاطره سوم. امیدوارم که لذت برده باشید. اگر دوست دارید ادامه این کتاب رو واسهتون بخونم و پارت سوم رو بسازم، حتما برام کامنت کنید. اگر از این ویدیو هم خوشتون اومد، کانال منو ساب کنید که منو گم نکنید. امیدوارم آروم خوابی. آروم. شبت بخیر عزیزم.